نمیصرف بتی با بچه‌ها که بد رفتاری نمی‌کنی اصلا عین بچهای خودم. یه بار دیگه صداتون در بیاد جلو در رزیسی میزنم رو ترمز تحویلتون میدم. بتی من نگفتی مثل بچه‌های خودتم. با بچه‌ها هم همینجوری رفتار میکنن. ای من خوراکی دارین؟ میان با هم بخورین؟ رفتنی بستم تو باربن میفهمید. سلام آقا مهدی. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستین شما؟ فرید ایلیا جان عزیز دل من، خیلی خوشبختم از آشناییتون. خیالتون راحت، میخواید دست شما شماره‌تون هم ببرید هر موقع ایلیا رو اینو به من دور کمرت. متی چیکار می‌کنی؟ این باباش هنوز پول شهریه این ماشینو نداده، فعلا بوده دنبال ماشین تا پاش باشه. چیزی نمیخواد قربونت برم. چرا ایلیا همیشه جلو میشینه؟ چون ایلیا خواهر دم بخت داره. تو من خواهر داری؟ آره. بیا تو قربونت برم، چون نگفته بودی بیا جلو تو. ایلیا بابا گریه نکن. متی ایلیا چرا داره گریه میکنه؟ دلش برای خواهرش تنگ شده. تو چرا گریه میکنی؟ منم دلم برای خواهرش تنگ شده دیگه. عهد کدوم قبرستونی بیا پایین. حاج آقا شما این خیلی مخلصم، ارادت آقازاده تشریف دارن؟ من رسیدم بگین تشریف بیارن. بپر پایین. ما خونمون اینجا نیست. بپر پایین، یه تاکسی بگیری 40 دقیقه دیگه خونه ای بابا دیرمه. برو بابا. داشتی